خب در این بخش از برنامه در خدمت کارشناس محترم مسائل داخلی و یه خودم مسائل خارجی جناب آقای قیچی‌زاده هستیم. میخوایم نظرشون رو در خصوص راهکارهای خروج از مشکلات کشور جویا بشیم. آقای قیچی‌زاده، به نظر شما برای جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت کالاها و گرانی چه کار باید کرد؟ سلام خدمت شما و شنوندگان رادیوتون. برای مبارزه با گرانی باید تلگرام را فیلتر کرده. جان؟ تلگرام؟ ببخشید اما گرونی چه ربطی به تلگرام داره؟ شما ببینید قبل از اینکه تلگرام بیاد مردم میرفتن مغازه، موقع خرید کلی چونه میزدن و جنس رو ارزونتر میخریدن. اما الان چی؟ میرن تو تلگرام، هرچی فروشنده میگه رو میخرن میان بیرون. فلذا عامل گرانی همین تلگرامه و باید فیلتر بشه. آها، از اون لحاظ. سوال بعدی، شنونده‌ای پرسیدن که به نظر شما دلیل افزایش آسیب‌های اجتماعی مثل اعتیاد و طلاق و اینا چیه؟ همونطور که از اسمش معلومه میگن آسیب‌های اجتماعی، یعنی از شبکه‌های اجتماعی سرچشمه میگیرن. خب شبکه اجتماعی یعنی چی؟ یعنی همین تلگرام دیگه. فلذا عامل آسیب‌های اجتماعی همین تلگرامه و باید فیلتر بشه. بله بله. شنونده دیگه هم پرسیدن که به نظر شما دلیل اختلاس‌ها چیه؟ اونم به خاطر تلگرامه. شما ببینید تو همین چند وقت پیش که تلگرام نبود، یا آقازاده چند صد میلیارد تومان اختلاس میکرد میرفت خارج، آب هم از آب تکون نمیخورد، هیچ کس هم متوجه نمیشد. اما از وقتی تلگرام اومده تا یکی 1 میلیون پول میدزده 80 میلیون ایرانی با خبر میشن. فلذا دلیل افزایش لو رفتن اختلاسگران محترم همین تلگرامه و باید فیلتر بشه. تصادفات جاده‌ای، آلودگی هوا، ریزگردها چی؟ نه خب اونم بعد فیلتر شدن تلگرام حل میشه. آها. خشکسالی، زاینده رود، دریاچه ارومیه. بله بعد فیلتر شدن تلگرام. داداش اصلا اینا رو بیخیال، ما بزرگترین مشکلمون خود حکومته. اینو بگو چجوری میشه حلش کرد؟ با فیلتر تلگرام حل میشه؟ با قطعی اینترنت سرنگون میشه؟ اصلا گوشیمونو بندازیم تو دریا دست از سرمون بر میدارن؟ کلا برق کشور رو به طور سراسری قطع کنیم، شما با آخوندا دست از سرمون بر میداریم؟ میشه؟